ساعت با وقت پراگ رسو ده است و فرصت است که چون همیشه در همین وقت من با شما ملاقات میکنم و سرخط خبرهای روز رو برایتون میگم و چون معمول بعداً با ساعت یک با وقت پراگ یعنی رسو 3 ساعت بعد برنامه خبری داریم که این خبر و گزارشایی که حالا من برای شما در چند جمله میگم توسطش رو پیشنهاد شما خواهم کرد و مطمئن هستم که چون همیشه ما رو در این صحبت و همین گونه در برنامه خبری همراه خواهید بود. کمچین شدن دلار در بانک ها و با این بهانه بالا رفتن قرب اسعار خارجی در بازار غیر رسمی باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی در 3 سال پیش خرید و فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و تشکیلاتی خرد قرضی صورت میگیرد. در تابلوهای چند از اداره بانک ها در شهر دوشنبه دیروز قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده بود. اما قیمت 1 دلار در بازار غیر رسمی مرز 9 سومانی و 80 درهم را عبور کرده است. کمچین شدن دلار در بانک موضوع نو نیست البته و این مشکل 2 سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان قرار میگیرد. اقتصاددان ها میگن دوام یافتن چنین وضع از یک طرف مشکل کار افتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار غیر رسمی سبب می شود. خب چرا این شب روز پیدا کردن دلار دیگر باره مشکل شد؟ در برنامه خبری برایتان معلومات میدهیم. ترکمنستان با جریمه و اخراج رانندگان تاجیکستان آغاز نمود که با ماشین‌هایشان در ایستگاه فراب درماندند. تقریبا 3 هفته می شود ترکمنستان مرز رو بروی رانندگان ماشین‌های بارکش تاجیکستان بسته است و این رانندگان میگند در یک شرایط خیلی بد قرار دارند و مواد غذاییشان نیز تمام شده است. مقامات ترکمنستان سبب منع عبور ماشین‌های بارکش تاجیکستان را شرح نمیدهند. گذشته از این حالا این کشور برای هر روزی بیشتر از مهلت باقی ماندن راننده 10 دلار و ماشین بارکشان 20 دلار جریمه می‌ستاند. در برنامه خبری در این باره بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و همین گونه از محل درماندن ماشین‌های تاجیکستان در مرز ترکمنستان برای شما نوار نیز پیشنهاد می‌کنیم. آشنایی با نظام خدمت در ارتش طریق نمایشگاه در پیشروی 23 فوریه که چون روز ارتش در تاجیکستان تجلیل کرده می‌شود در خانه ملی نمایشگاه مخصوص افتتاح یافته است. با گفته مبتکران در آن تصویر و نوارها از حیات سربازان و افسران و شرایط خدمت در صف نیروهای مسلح نشان داده شده است. ارتش ملی تاجیکستان 25 سال پیش زمانی که اتحادیه شوروی فرو پاشید و در کشور جنگ شهروندی جریان داشت تشکیل شد و مقامات تاجیک میگند ارتش را در یک جای خالی ساختند و از شوروی سابق هیچ میراثی نگرفتند. خب اگر در برنامه خبری با ما بیایید میتوانید از این نمایشگاه شما نیز دیدن کنید، هرچند از طریق کامera و اینکه از طریق برنامه ما باشد. به زنان خانشین خطلانی استفاده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را می‌آموزند، اما متوجه باشید نه برای صحبت‌های بیهوده و تماشای عکس و نوار بلکه راه‌اندازی تجارت. مسئول این برنامه که با مساعدت سفارت آمریکا راه‌اندازی می‌شود میگوید میزان بیکاری در میان زنان و دختران آنها را وادار کرد که یک چنین لایحه را روی دست بگیرند تا زنان توانند صاحب کار خوب شوند و دستنگری مردان نباشند. خود زنانی که بعضیشان باری نخست پشت کامپیوتر نشستند در این باره چی میگویند در یک گزارش برنامه خبری میتوانید ببینید. خرها را به نظارت نگذارید جزا میگیرید. حکومت دنغره علیه چند ساکن این ناحیه برای بی‌سرابان ماندن خرهایشان در شهرهای دوشنبه کلاب که اکثر وقت باعث صدمه‌های مرگبار میشود چاره‌جویی کرده است. اما بیشتری راننده ها میگن که از این اقدام حکومت ناحیه دنغره آگاه نبودند و زمانی که با سبب خر و یا گاوی ساکنان شهرهای دنغره صدمه رخ میداد آن را جبران کرده بعداً از دست صاحبانشان خلاص می‌خوردند. چون این موضوع رو بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و البته تا اون دم باز خبرهای دیگر نیز به دست ما میرسند که من برای شما در آن باره نیز معلومات میدهم و فکر میکنم
اونهایی که برنامه ما رو هر روز تماشا میکنن میدونن که برنامه در همه جا یعنی در آزادی ویدیو طریق پخش مستقیم پیشنهاد بینندگان میشوند و همچنین میتونید در www.azadi.org نیز ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 5 با وقت تاجیکستان و ساعت وقت با وقت روسیه ما رو تماشا کنید.